سیستم عضوی باید هست نه؟ اشاره است. خب ببینیم. انا که یک از عضوهایی که به سیستم عضوی گفته میشه، یعنی یوری رسون به سیستم عضوی عضو حیاتاً این جگر یک قبل زیر میده. یکم جگر رو میزنیم و قبل زیر میده میزنیم. شو اپرات کرده. خب جگر چی نام دارم میگیم؟ هپات. خب ببین. اگر اگه بیماریش استفاده شد، بردنش چی میگیم؟ هپاتیت. هپاتیت هپات میشه، ها؟ اینانی هپات میشه. خب وقتی که هپات میگیم، هپاتولوژ میگیم جگر شناسایی. دختری که این خصوصا با جگر سر کار داره. همینه؟ خب هپاتیت همینه؟ هپاتوز چربی میگیم جگر ژل میگیره. هپاتیت که این ویروسی جگره. این چوب جگر. کی سببش ویروسه؟ اساساً باکتری هم هسته. خب ببینید جگر میگیم یک از عضوهای کلانترین در ارگانیسم. 1.5 کیلوگرم وزن داره. خب شما اگر وزنش رو بگیم چند میگیم؟ 1.5 کیلوگرم. ای در حصه عبارته. و عضوی چخله میگیم، عضوی پرنخیماتوزی میگیم، عضوی لحمیه. فهمیدید؟ عضوها چخه میشتن در ارگانیسم ما؟ عضوهای این شکل پروپچاری اومخته است. میشنی این چی؟ پرنخیماتوز لحمی. جگر میگیم عضوی لحمیه. خب عضوی لحمیه که میگیم وزنش تشکیل میشه 1.5 کیلوگرم. خب ایده حصه عبارته. ایده حصه عبارته. حصه کلانش میگیم. حصه کلان. بالشوی دوله میگیم. یعنی که حصه کلان همینه. لوبوس مایل میگیم. لوبوس مایل. لوبوس مایل. خب با دارد چی؟ بعد لوبوس مایل را شما میتونید با حسابی که این خیلی نسبتی کنیم. حسابی که سمت راست جای گیره لوبوس دکسترا بین. حصه راست. правый доли, правильно? Lobus dexter. خب. با دارد چی؟ حصه خود. حصه خود شما میگیم لوبوس چی؟ مینو. ماور دولی. یکی چی میگیم؟ لیوی دولی. فهمیدن؟ لوبوس سینیسترا. نه. خب حصه کلان حصه خود چی جدا میکنه؟ تصور شما میکنه؟ چی جدا میکنه؟ حیوانده که جدا میکنه. خب حالی میگیم پرام حیوانده که نه در شبود شو داره 10 حصه باشه. تمام؟ 10 حصه داره. 10 سطح داره. فهمیدن؟ یکم سطحی که داره این سطحش باشه این جگر این خیلی بینیم که این نمایان است. این جگر این خطاب بوده این سطح دیافراگمامیشه. فهمیدی نه؟ یعنی همونجا مکت جگر هسته؟ به فکرم بود. جگر بود همونجا. لیکن باید باشه هر چیزی. خواهی نیت شخصتان گرین یا چه اینجا خب بینیم چیز نمیخیله بچه نسبتی خدمه وقتی که میداریم نمیخیله فهمیدن؟ در طرفی روز فهمیدن؟ این نمیخیل نسبتا جایگیره در تایش با عضوها هسته این باشد این سطحی بالویش در کدام قبول رسمه؟ همون در زیر کمان قبرها جایگیره فهمیدن؟ ریوبرد دوگا اسکلت پیش نمیخیله همون ایران نسبت مهران نمیگن چون سمت پیش تا پهلو که جایگیره
برام خیلی نسبت به قبرها میگیرن چه اسکلت پیش نسبت به قبرها چین کردن شد. خب اینم خیلی جایگیری میگیم. آنها سطحش نم دارد چه دیافراگمانی غیر خستانه. فاتس دیافراگماتیک. فاتس دیافراگماتیک. فهمیدن؟ اینکه فاتس میشه خودش فرینیکوس هم گویم میشه. سطح موشک دیافراگماتی میگیم. میداره چیش می‌نویسیم؟ سطحش می‌نویسیم نه؟ سطح. یکم سطحش فاتس چی؟ دیافراگماتیک. فاتس دیافراگماتیک. سطح دیافراگماتی این سطحی که با عضوهای داخلی نگران شده که باشه. با عضوهای داخلی مثلا میده استاشان استایج میده گرده ها جایگیره این سطح میگیم سطحی که با عضوی داخلی نگران شده که فاتس ویسرالیس میگیم. سطح ویسرالی که اهمیت نیمه مهمی خیروردی دارد آنجاش. تمام وقتی ترانسپلانتاسیون جگر دیگر چیزا داره. فاتس چی؟ دیافراگم ویسرالیس. دست سطح میشه. ده حصه دست سطح میشه. فهمیدن؟ خب اما که سطح باقیش میگیم چه انواع یکم چی نداره. از سطح پایینش چی داره؟ سطح پایینش داره چی داره؟ چی جای تانخواه؟ خب بینیم یکمش ایمپرسیو گاستریکه میگیم. ایمپرسیو گاستریکه. همین نه؟ چقدر؟ فشاری معده جویی. فشار. желудочное давление میگیم. همین نه؟ желудочное давление. این حصه چپش هست اگه حصه چپ به معده نزدیک‌تره. این سمتش با گنبد معده رسیده سوداگه. برای همین желудочное давление میگیم. اینجاش کم تره چی موندگه؟ пищеводное давление هست. یعنی که خب ایزی چی موندگه؟ سرخوده موندگه. سرخوده برای ما شدیم. بعد با چی داره؟ جای تالخدون هست چی میگیم؟ فاصله بیزیک فعلی هم میگیم. همین نه؟ که چقدر تالخدون میگیم. بعد چقدر چی جویه؟ گرده. غازی. هم گرده رسیدگی. هم غدود بالای گرده. ایمپرسیو چی؟ گلاندولا سوپررینالیس ات ایمپرسیو رینالیس میگیم. اینا میشه جویه. تمام؟ بعد سورکوس ترانسورس جویه. جاکوی چی؟ ترانسورس. جاکوی کندالانگی. تمام؟ بعد سورکوس بین پورت هست. یعنی که ایمپرسیو بین پورت هست. حسابی که بین پورت دامجا رسیده. ولی کاروتی درباره بین پورت هم گام میزنه. منش. خب این سطحی با خیلی سطحی کنیش خودم خوب داره دیدم می‌بینه. فهمیدم؟ در چه گام میزنه. با چی دارم میگم؟ ده سطح داشته، ده حصه داشته. کرومی دارد با چی؟ پیمانکی دارد که جگر چی میکنه؟ از هر طرف جگر فیکساسیون میکنن در کوکیش یعنی از هر طرف داشته میشن. وقتی که آدم خوابه که باشه در حالت عمومی خوابه جگر در زیر کمون قبرها اگر ما اسکلت تپی قبرها را جگر را گردونه اسکلت تپیش اسکلت تپیش میگیم در وجود جویگیره در این همه خیلی جویگیره این اینجا نمیسته فهمیدن؟ یعنی در نورما ایزر کمون قبرها نمیبره فهمیدن؟ ایزر کمون قبرها نمیبره وقتی که انسان که خیس راست ایستاد جگر چی میشه؟ پایان میشه یک سانتیمتر برون باشه وقتی که یوسو اینا مثلا وقتی که راست که همون وقتی دارن شده او پشنوا پای میفره کردیم یا بود کم تا پای میفره انا مولادا پای میفره
وقتی که نفس برو آوردیم با جای خچه راونجا بفرم نشان داده که جگر همینجا هست این یک رسمواج جگر جوگیر شوی جگر خیلی نه وقتی که گنبزی دیافراگم که نیست شدی کم تا پایان میفروه لیکن این حالت چه پایان میفروه ببینید پیوندک هایی که یاد میگیم مثلا این پیوندک ها کجا چسبیدگی هم همین وقتی که هم موشک ها پایان کشیدن پیوندک ها در موشک ها چسبیدگی هم پیوندک هاش که پایان میفروه در پیوندک ها اویزان نمیشه دو وقت همین میکنیم که نفس میگیریم وجود پایان میشه نفس که برداشتن با اون راست میشه موافقی گنبزی دیافراگم خب وقتی که موافقی گنبزی دیافراگم که راست شد چی داره؟ این وقتی که راست شدیم مثلا من راست دادم یک کنیم سانتیمتر ایزری کمونی قبرها رو میبره اتاق به نورمای خیلی مثلا حالت یومی داره وقتی که پیش اگم به ایمان میبریم همه جگرم داره ایسیسه مثلا گپتی داره میتونیم میخوایم پروسه پاپات سکنه جگر قبیله نمیتونه شما جگر در زیر قبرها هست همین دیدم خب منم قسکلترپیش میگم کجای کدام نوع شکم دست رادیو هیپوکوندریکا دکسا رادیو هیپوکوندریک نوعی فوقی بطنی سمت راست میگم میدونم فوق بطنی راست تمام رادیو هیپوکوندریکا دکسا نکرد سینتاپیه گالاتاپیه گالاتاپیه چی بود بچه ها؟ سرحد بر چی؟ در کدام ناحیه در کدام کوکی جایگیر بودنش مثلا گالاتاپیه مغز سر در خولگی کاسه سر جایگیره گالاتاپیه شش در خولگی قفص سینه جایگیره گالاتاپیه معده در خولگی شکم جایگیره گالاتاپیه جگر چی؟ قفص سینه رو در شکم کفس ابدومینالیس شکم شکم وریدس چی؟ ابدومینالیس ابدومینالی که دو وریدس ابدومینالیس خولگی شکم جایگیره انا که داره چی؟ خود چی داره؟ سینتوپیه نسبت عضوها سینتوپیه نسبت به عضوها جایگیر کنش اون آقا چی نام داره ببینید میگم ای بالای دیافراگما یگان خیلی عضو جایگیر نیست یعنی چی فقط یک دیافراگما تا بالای دیافراگما هست که خیلی وابسته کرده رفتن گرفت خیلی عضو درست میگم در سطح بالایش چه جایگیره دیافراگما لیکن دیافراگما را خیلی عضو نمیگه موشک اگر خیلی موشک حساب کنیم اگر موشک‌های قفس سینه را حساب کنیم یکی موشک‌های شکم فهمون موسکولوس ترانسورس ابدومینالیس موسکولوس اوبلیکوس اکسترنوس اینترنوس ابدومینالیس عضوها را جایگیر می‌کنه برام تا چه جایگیره میگم مثلا در حصه چپش پاموسی قریب چه ایزی معده موندگی تو نمونه میگم یک از همسرخود عضوهایی که با جگر همسرخود هایی کدام عضوهای گاستر معده گرده گاسترهای با چه گودا هم بازی کنیم؟ چسبیدگی ایمپرس رینالز داره گفتم که در زیرش در زیرش ایزی هاست تمام بعد با چه کم ترکه ایزی سرخوده یکی فشار سرخوده اضافات با کدام عضوهای گفتیم؟ ایمپرسیو دودینالیس هم هسته ایمپرسیو دودینالیس روده 12 انگشته ایزی روده 12 انگشته زیری اینمی صحبت
Hani? Tagi talxanonda. Hop. Nohiyaki talxanon O'zbekistondagi. Fahmidingmi? Agar o'sha talxadon az boloy 12 ta chiqadigan barmoqdagi ustun. Talxadon dazeri. Buday Buna qo'yib, dazeri Ne jigar. fayda ustun maqsad Hop. desam-ki, Ya ay boloy chik zashtaga. Hop. Hadi dazeri. Rozanishlar. Fahmidingmi? Hop. Duodenum. O şey biten. Gurda. Renalis и glandula suprarenalis. Ren. Et. Glandula. Glandula suprarenalis. Gurda tabii ki gurda joyga. Anladın? Xo'p. Bak izice ve neydi adı? Bir an hasta. Tamam? Impresio vena porta metodu. Önceden No, işte. Burada dozlanışlar mesela просто ждет ранее что время начало. Xo'p. Xo'san nima? Sintepek, galtepes. Ana kız hayvanlar ki jigara dar devorهای شکم میچسباند او را میبینیم. در ما دو گروه حیوانات دارد این 5 تا خصوصیت 3 تا ایدئولوژی. تمام؟ در دوره نمیشه دارد. 5 تا خصوصیت کدام میکنم؟ من راسته یکم گروهی را 6 ماه شد میفیرم. може در کانیکول شما را خونده باشه یکی پروندک‌های خصوصی و خاص ادامه شد. ایلوگی بینه خصوصیات کدام هم پروندک‌های خصوصی باشه یه رقم نمیمه پروندک‌های خصوصی میجا نمی‌تونم پروندک نکن پروندک که من اشاره کردم باشه کدام پروندک پروندک سکنجه سمت راست نمیدونم Trigeno میشه؟ Ligamentum triangularis dexter. Triangularis. ها. Trigonum نه triangularis میگیم. تریگونم باشه سگانه میشه. تریانگولاریس. Trigonum سکنجه میشه. Triangularis angulus. کنج. کنج. نمیدونم. Angulus پروندک کنج. سکنجه شد. Triangularis. مثلا دو چه triangularis میگن؟ короче да مثلا این قسمت پهنایش دوره شکم رو میشسته قسمت با خودش در جگر که میشسته خیلی شکل میگیره короче چی میگن شه تریانگولاریس. triangularis dexter اپرات کی رفتم میگم این تا اینجا رو بچه‌ها تمام میکنن تشکیل همین Dura babayız. ها Bu da dura. ها O küçük kesiyor. این تقریبا تا همین ناحیه ها رو تا اینجا رو دوام میکنن مثلا همین بعد دوره نه تا اینجا رو میبری این پیوندک چون که دوره جانبی و قفای شکم که پیوست میکنن در خطاگراف میکنن این پیوندک هم دو قسم تقسیم میکنن شد قسمتی که دوره قفای شکم که جگر پیوست میکنن این دوره های جانبی شکم که فهمیدن این جانبی و قسمتی که دوره قفای شکم که جگر چی میکنن میچسبونن تمام ما خیلی سیپونه تکرار میگیم پیوندکی سیکنه شد و این قسمتش نام برو باشه دیگیم پیوندک ایش میگیم پیوندکی چی خیلی بود؟
Ligamentum interlobularis. نه O'zbekcha bo'lmasa, o'zbekcha. внешний связки میگن Nish Beruna. نه tojikcha. Hayvondaki beruna meshava. Boloyinada qanot boloyish. پیوندکی توز شکل Che usta? پیوندکی توز شکل Ligamentum O'zbekiston. Tol Tojik chi bu? Cristogale. Cristogale. Ligamentum galli chu. لیگامنتوم چی کارناریوم این خیلی هم میتونم. Usuliyatimiz Qarama oxuy. Yaxshi, xona puli yeraveradi. لیگامنتوم کارناریوم هذا внешний میگن لیگامنتوم کارناریوم خب همین Musu. یعنی چهارم سریاس کشور Serio? Sen. سریام Vay, hududi vay to'kjoy usta. از اکه همش میفهمه اینیش هم همجا رو دام میکنه این لیگامنتوم کارناریوم ما خواب تند در دام میگیره ببینید هایده حدودی که خیلیش هستن همجا همون از میفهمم Serum. خب لیگامنتوم تریانگولاریس دکسترا بود تو چی میشه Sinistra. سینیسترا Triangularis sinistra. Vai, de aí, ó. Triangularis. لیگامنتوم تریانگولاریس سینیسترا واسه باید رو میفهمم که جایی دورایش کم کنم پیوست میکنم من این پیمانده چی هم دارد؟ چورون این رو میگم لیگامنتوم فالسیفورمیس Falciformis. Tojikcha mashhur usta. واسه پیمانده که اویزان کننده اویزانده واسه میفهمم برای چی؟ Tojikcha salim. لیگامنتوم فالسیفورمیس Qarab sangiz. یکی نام دویم دو در بازی دارد لیگامنتوم سوسپنسوریوم راست میفهمم جوی استرش ندارد یعنی پیرانه که بچون کم داره خیلی سال لنگی وفصل که داره اشاره شده که خیلی کنگی برشون کرد که این پیرانه کم مندورد اصلا خیلی برونده گیره خیلی میزیر جیگر این پنجم سیگاز کشه ایرا میگم چی؟ لیگامنتوم ترس چی به ترس؟ Teres, mania, Musculus teres maior, musculus teres minor. چه؟ مشت پایست بشه بدو مشت. مشکل چنبر تخت پوست یا چنبر کتفی. مشکل چنبر کتفی. چنبر یک کتفی. میداد یک چیز است خیلی نمیاد. یک تاش درون یک تاش بیرون. Abductioso. خب لیگامنتوم چی؟ ترس. کاملاکی مداور. یکی دو شک چند میگم. Tefes. ترس. ریان. یکی ریوی منطقیه. Hangi fehmiyorsun? ترس. خب پنج تا پیوندکی خصوصی داشته. لیگامنتوم هپاتیکا پروپریو میگن. Yora. لیگامنتوم هپاتیکا پروپریو. پیوندکی خصوصی جگر. ببینید لیگامنتوم تریانگولاریس سینیستر و دکستر باشه. پیوندکی سیکنجه چپ و راست جگر با دیوارهای جانبی راستش جگر با دیوارهای جانبی قسما و دیوارهای قفای شکم پیوست میکنن همون اما که لیگامنتوم تریانگولاریس سینیستر باشه جگر با دیوارهای قفای شکم پیوست میکنن فهمیدن؟ همون؟ خب لیگامنتوم کارناریوم باشه قسما با قفا و با دیافراگم پیوست میکنن قسما این با دیواره قفای شکم تو ایست اگر نون خیلی باشد دوام موکیشون رو دیدین چه کنم جده اشارش دیگه دیواره قفا و بعد
این خیلی میسن قسمت جانبی لیکن اینش تریانگولاریس چه دکس سینیسترا اینا میتونه دوره جانبی که پیوستن چون که این طرف ارگان قفا که پیوستن کنن دوره قفای شکم وقتی که این خیمه است تو گفتن دیدین направление связки ора چه خیلی ها انا که لیگامنتم کارونار باشه قسما با قفا قسما با دیافراگم نو قریب اکثریت فوزش در دیافراگم نشسته و لیگامنتم فالسیفورمیس این که لیگامنتم چی سوسپنسورم پیوند که اویزان کننده معنای اویزان کننده گفتگی در چه جگر دیافراگم در اویزان میکنه اگر همین سیاس کرده بریم دیگر پایون میفرده بسیار قسمتش همین دادن و پیوندک‌های کافی شکم بچه‌ها ایسوب شکم پرده واسه میشن همین چیزا نمی‌کنه ایسوب شکم پرده که واسه میشن پیوندک‌ها دخیل نشان دارن یعنی پیوندک‌های یقبته پیوندک‌های دقبته این پیوندک‌ها محسوب به پیوندک‌های دقبته چون که پیوندک‌های خصوصی هم همون پیوندک‌های ایلوگی کشیدن عضوها رو به هم دیگر سریش کنن زیچ میشسپونن و یک پیوندک دیگه هم هست که اون پیوندکش اهمیتی مهمی خیلی داره با اصولی کلمه بالیم بداده باشم میفهم خیلی چه اهمیت داره خب تریانگولاریس چی گفتیم دکسترا قسما با دوره‌های قفا و جانبی اینش باشه با دوره‌های قفا و شکم خب لیگامنتم کاروناریوم قسما کم ترکش با دوره‌های قفا و شکم بعد اکثرش با دیافراگم اینش باشه جگر در دیافراگم آویزان میکنه بنابراین نامش فالسیفورمیس آویزان کننده کاروناریوم چی بود؟ توت شکل افسری پیوندک افسری خب ارتریا کارونال سینیسترا دکسترا میشنه خب لیگامنتم ترس باشه این پاسیلی سیاسکی این خیلی میسته پیوندکی مدور کروگوی سیاسکی میگم کروگوی سیاسکی میگم پیوندکی دو شکلش هم میگم در زبان توجیکی در ادبیات توجیکی این پیوندک ها در اصل وینا است وینا بود مثلا تو وقتی تولد کودک همین تو وقتی تولد کودک این وینا با غذا تامین میکنه ها کودک به غذا تامین میکنه خونی که در کودک داغ میزنه کو انمون چرا جگر میگذرونه در این پیوندک وقتی نوفی مادر هستن نوفی کی نوفی مادر نوفی اون کودک نوف داره کو نوفش با چی پلاسنتا چسبیدگی نه پلاسنتا تمام پلاسنتا از میخونه میره با پلاسنتا چسبیدگی چرا پلاسنتا غذاگیری میکنه تمام خب غذاگیری که میکنن اما وقتی که نوف اومده داشتی در نوف کودک چسبید در اومده رفتگی و رحک شده تا جگر رفتگی وقتی که کودک تولد شد نوف بریدن این خشک میشه و پیوندک تبدیل میشه این لیگامنتم ترس همون یعنی اساسی پیش از تولد این رگ بود میگم بعد تولد و پیوندک تبدیل همون این خیلی چیزا داره جگر خب و خیلی میدونین لابراتوری ارگانیسم جگر وظیفه‌ش ولی با میگم خیلی خب بعد لیگامنتم فالسیفورم میشه خیلی میشه گفته با پیوندک‌های چی داره؟ ایلوگی لیگامنتم اکسسوریس هپاتیکا میگیم اکسسوریس دارویی میشن لیگامنتم اکسسوریس هپاتیکا یکم پیوندک لیگامنتم هپاتودودینالیس شما جگر رو بین خیلی بین سر نکنیم راست سر کنیم چپی تمام این پیوندک رو میگیم لیگامنتم هپاتورینالیس پیوندکی جگر گرده کدام گرده؟ گرده یک از سبب‌هایی که گرده راست پایین جای گیره این سببش جگره گرده را با پایین پخش میکنه اما با یک از سبب‌هایی که گرده چپ کم تا بالاتره در بالوش جگر نیست نسبت بالی صدا فکرشتن کو یا یکیم تنطیق پایین میخواد گرده چی؟ گرده را کنم وقت کم تر کنم میفته اینکه گرده دو تاثیر چی نمیرسونه خیلی تاثیر مثبت نمیرسونه
این نورمال خیلی گرده کتیم یک سانتیمتر پایین خواب گرفت کم تر گرده دورتر میشه. نو یک سانتیمتر او قراض است نیست. او عضوهای لحمی همش بالای سخت زیر نمیکنه گشت. یک سانتیمتر قربه سنیسه که تو در کانسر آورده زیر. تمام؟ خب. لیگامنتوم هپاتورینالیس فهمیده؟ جگر با گرده پیوست میکنن. آن این پیونده بچه. پیونده که یک طبقه قریب زیچ چسبیدگی به جگر. تمام؟ تمام؟ دویم پیونده کدومه؟ لیگامنتوم Duodeno. لیگامنتوم هپاتو duodenalis. لیگامنتوم هپاتودوردینالیس جگر با روده دوزانگشت پیوست میکنه. خب این چیکار مالکیت هم بوده نه اینجا اما سیاسی خوب است دیگه نیست خیلی رنگ سگو بگین چیزی دیگه نمی‌کنم همه میشه سیاسی کنم خب شاید آقا از پایه چه؟ باز میفهم سه پیونده که هست این همین اینجا بنویسم لیگامنتوم هپاتو چه؟ گاستریکا پیونده که میده و جگر پیونده که میده و جگر و میده بینید بچه هپاتورینالیس بچه لیگامنتوم هپاتورینالیس گرده پیونده که خصوصی نداره ژیر نی سلای کتی گفتن دیوره خفای شکم کتی میچسبه میگن که آدمایی که خرابه گرده شما میفروه همون چیزی باز میگه همین آدم ژیر پاتریت کرد همین نه خراب کشید گرده ژیر نی کپسول ژیر نی مول چی کتی تکان کتی دیوره خفای شکم پیوست نمیسته ژیر آب کشید گرده پای میفروه این ضرر داره حالت گرده ضرر داره از حد زیاد خراب بدنم که حالت جسمانی زیاد خب این پیونده که هست هپاتورینالیس قسما مساعدت میکنه که گرده را اون بالاتر دا بیسته چسبیدگی به جگر اما هپاتودوردینالیس هم دوردینم چه که روده دوزانگشت هست نکن اما روده دوزانگشت مساعدت میکنه که ای خودش دورتر نرود چون پروتوکول هست اینجا تمام هپاتوگاستریک باشه یا پیونده که پهنه باشه پیونده که هست که مثلا این تحمیل دورده خیلی خیلی رفتگی ای جگر روز آمده کجی خورده میده دستشت بیدگی ای دروازه جگر تو کجی خورده میده آمده تمام؟ خب در ترکیبش چی دارادن؟ انا اون پیونده که اهمیت خیروگی با اصول علم یک مشروع خیروگی پرینگو میگن پرینگو Printer.